من در حال شیفت نگهبانی بودم که یکی اومد این جربه ها رو میگیرن، جربه رو خفه میکنن، میندازن تو جونی، بعد اینو میبرن، معلوم نیست که کجا میبرن. تعریف اون خودمون آقا هم بکنید. یا آقا پسری بود، کوچیک بود، حدوداً 10-15 سالش بود. جربه ها رو میگیره خفه میکنه، بعد جربه آزاری میکنه. بعد این روز آقا گفت که اینا نباید این جربه ها رو بگیرن. جربه های گناه نداره که جربه. این هم یک جربه رو میگیره خفه میکنه. شما خودتون سند دیدین که میگیره؟ من یه سری دیدم به جربه ها پیش میکنن. بعد یه خانم شاکری هست مدافع حقوق جربه هاست که اینجا خوراک رسانی میکنن. خوراک رسانی میکنه، شیر میخره میده به جربه ها. درست. میگه شیرش باید لانتستون نداشته باشه. چی اسمش؟ لاکتوز نداشته باشه. چون آره جربه ها مریض میشن. اون خانم در رابطه با اون قضیه خانم شاکری فراموش کنیم فعلا. در رابطه با حیوان آزاریش صحنه‌ای که دیدین از این آقا پسر از اون تعریف کنین. جربه ها رو میگیره سلاخی میکنه، خفه میکنه جربه رو. شما دیدین اینا رو؟ آره جربه آزار رو دیدم من. بعد میکردن تو جونی، یه جونی جربه بردن. یه گونی همون آقا پسر این کارو میکرد و کسای دیگه هم نقش دارن تو این داستان. کسای دیگه هستن؟ آره. مال معتاد این دور و برا یا کسایی که میان؟ کسایی که با جربه مخالفن، یعنی جربه آزارن. البته آقای شهرستانی خیلی سر این قضیه زحمت کشیدن. بله. شب و روز اینجا بودن. حتی چتفم هم یه سری درگیر شدیم. خب تعریف کنین رو دیگه. این قسمت ضلع جنوب شرقی پارشون قسمت بود. چند تا جوون جربه ها رو به صورت بیرحمانه‌ای نمیدونم جل زده بودن، چه تا حالت طبیعی نبودن، جل زده بودن، حشیش بنگ. خلاصه رفتم دیدم جربه رو میچوبه زمین، یه جربه رو آتیش زده بودن، جربه میرفت هار هار میخندیدن. گفتم که این حیوان خداست، چرا این کارو میکنی با جربه؟ گفت چی میگی تو؟ گفتم چی میگی تو یعنی چی؟ گفت ان آقا اومد چلو. گفتم درست صحبت کن، ان آقا چیه؟ آقا یک کف جرگی اومد صورت من. شما رو زدن؟ یک کف جرگی زد. بعد منم چون حالت دفاعی گرفته بودم، ضربه دومو با اینجا مهار کردم. یه دونه اینجوری زدم، خم که شد با این آرنجم وسط پشتش اینجوری آخ نه جان بلند شد. خلاصه درگیری ما خیلی شدت گرفت و این کتف من متاسفانه آسیب دید. آخه امیدوارم که خوب شید. بازم میان تو این پارک اونا دیدینشون؟ کم دیدم ولی جربه